کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 15 فوریه سال 2023 بر اثر فرو ریختن ترمه در قلمرو شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان 8 ساکن محلی از جمله 4 زن و 2 کودک پسر و 2 دختر 4 ساله به هلاکت رسیدند. تا ساعت 14:00 دقیقه روز 15 فوریه 9 ساکن دیگر را از زیر ترمه زنده نجات دادند. طوری قبلا خبر دادیم صبح 15 فوریه تقریبا ساعت 10 ترمه به بالای محله شاش خوروغ در طرف راه غون فرو ریخته چندین ماشین و خانه‌های مردم و بناهای دیگر را زیر غرم بزرگ برف کرد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت در این آفت طبیعی 22 خانه استقامتی ساکنان ضرر دیده، از این شمار 4 خانه پره و 18 خانه قسما خراب گردیدند. کمیته خبر داد که بر اثر فرو ریختن ترمه در دهه ته خروینویه ونج نیز یک ساکن محلی زیر ترمه مانده به هلاکت رسیده است. جسد او را ساکنان پیدا کرده به خویشاوندانش سپردند. یک راننده دیگر روز 15 فوریه در کیلومتر 65 شورای دوشنبه ورزاب در زیر ترمه در مانده به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در اینجا 4 ماشین سبکرو زیر ترمه ماندند ولی باقی رانندگان و مسافران را توانستند نجات دهند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده حالت فوق‌العاده در راه دوشنبه خوروغ مرغاب باقی میماند. این را به سبب آمدن ترمه زیاد در قلمرو ناحیه روشان و شغنان بسته می باشد. گفته می شود کارها برای رسانیدن یاری فوری به خانواده‌های فوتیده و ضرر دیده همچنین جریان برطرف‌سازی پیامدهای آفت طبیعی زیر نظارت شخصی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان قرار دارد. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده میزان ضرر رسیده را معاین می‌کنند. خدمات مدعو پرزیدنت تاجیکستان پیشتر خبر داد که پرزیدنت امامعلی رحمان روز 15 فوریه با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد دایر به بارشات برف شدید و فرآمدن ترمه که باعث تلفات جانی و خسارات مادی شده است و باید به برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی در شهر خوروغ صحبت تلفنی انجام داده است. گفته می شود در نتیجه بارشات برف زیاد در 3 شبانه روز اخیر بلندی برف بیشتر از 1 متر را تشکیل داده در شهر خوروغ ترمه فرآمد. امامعلی رحمان به سروزیر قاهر رسولزاده، رهبران ولایت مختار کوهستان بدخشان، وزارت کارهای داخله و کمیته ولایت‌های فوق‌العاده امر داده است که عاقبت‌های آفت طبیعی در خوروغ را هر چه زودتر برطرف کرده به عائله‌های ضرر دیدگان کمک‌های مادی رسانیده شود. همچنین روز 14 فوریه بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در بدخشان 9 ترمه فرآمده و یک ماشین بوده مسافر و راننده‌اش ترمه در کیلومتر 8 راه ماشینگرد خوروغ روشقله به عمق 5 متری سویل رود شاغدره پرتاب کرد. خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی نبود ولی همه مسافران جراحت برداشته به بیمارستان انتقال داده شدند.